حسام هم آدرس مغازه رو پیدا کردم، هم اسم رو پیدا کردم. حسام همه چیز رو پیدا کردم. چی؟ هم اسم حسام رو پیدا کردم، الان مجید پیدا کرده تو گوگل. هم مغازه آدرس رو پیدا کردم، هم مغازه خونه تو. خب دیگه مجید بهش بگو، بیا بالا مجید بهش بگو. خب مردشی بیا ببینمه. مجید بیا بالا باهاش حرف بزن، بگی مردی بیا ببینم. مجید تو تورنتو است، من تو تورنتو نیستم. مجید بیا بالا باهاش حرف بزن. با کی حرف بزنم؟ با مجید حرف بزن دیگه. با کی میخوای حرف بزنی؟ کدوم مجید؟ مجید همون که میاد تو مغازه میده. چی میده؟ برو تو رو خط. اگه یکی دیگه از رو خط بهت زنگ بزنه، برو رو خط بهت میگه. برو رو خط. حسام اومد رو خط مجید؟ الو قربونت برم. الو ببینم میگه شما کار زندگی نداری؟ امروز میام 80 گلن شیلز. الان اونجایی؟ آره بیا اونجا. بیام اونجا؟ بغل کدومی؟ بغل کانوینینسی یا بغل پستی؟ آره شما بیا همونجا منو میبینی. میام چونت میذارم امروز. هرچی میاد تو مغازه فکر کنه ماییم. هرچی میاد تو مغازه یارو دیدی گفت بیا ببینم. این کار تو زنه از آن بهاردردیز رو نبوده، ولی به این برای میرسونیم که خواهر مادر رو بکن دیگه. میکنم آدم تنهایی باشه. عباس آماده خواهی به نظر پیره سن داره. ببین بهش زنگ بزن. اسمش چی بود حسام؟ آره 80 گلن شیلز. عباس دافرینو استیلز میشینه. بلدی بگی دافرینو استیلز؟ نه بلدیستم. دافرینو استیلز 80 گلن شیلز. حسام کیه؟ بفرمایید. خوبی حسام جون؟ مرسی خوبم. آره هر چی دوست داری صدا کن. میخواید با مجید بیاید مغازه الان؟ بله؟ میخواید با مجید بیاید مغازه؟ کدوم مجید؟ هم مجید که میاد همیشه به چی میکنه دیگه. مجید میگم، مجید خودم دیگه. من مجیدی رو نمیشناسم. بابا تو هیچ کس رو نمیشناسی. نه مجید میشناسی. پس کی رو میشناسی تو زندگی؟ هیچ کس رو نمیشناسم. شما اصلا واقعا بهتون میگم مثل که یه مشکلی داریم. واقعا باید بریم به یه روانپزشک جایی مراجعه کنیم. حسام تو خفه شد دیگه دو چی نکن دیگه. بعد حرف میزنم دیگه پرو نشد دیگه. حسام الان میام مغازه اونجا پدر در بیاریم با مجید. بکنم سر کاره الان. مجید یه زنگ دیگه بهش بزن، آخر زنگ باشه دیگه. من زنگ بزنم؟ آره دیگه زنگ بزن تموم شد دیگه. آقا ساکت باشید. بیا پایین بذار من بگم باشه حرف بزنم. الان فکر کنم مغازه است سرش بیزیه. وایس بر نمیداره پوی سر هم زنگ بزنیم بر نمیداره. عباس نیم ساعت دیگه به زنگ میزنم میگم میدونی چی بهش میخوام بگم بیا بیرون ما دم دریم. امید خوش
آلن جان میخوام دیگه واسه آخرین بار بهت زنگ زدم و میخوام اسممو بگم. بفرمایید آقا. من همونم که خونتو فروختم. کدوم خونه رو؟ خونه تو شرلی. خب مبارکشون باشه. پوریام به جا نمیارم. الان اومدم دم مغازه تو پارکینگ لات نشستم، اگه میخوای بیا بیرون با هم دیگه. من اونجا مغازه ندارم عزیز من. شما الان تو گلن شیلز نیستی؟ نه خیر. پس چرا با من گفتی بیام اینجا؟ من نگفتم شما. تو گفتی با من بیا اینجا الان. من از میدونی کجا اومدم اینجا؟ من از ویت پیپ زدم اومدم اینجا که شما رو ببینم. خب محبت کردیم، شما لطف کردین. الان این پول بنزین 144 سنت لیتری پریمیوم گس جی 35 منو کی میده؟ من نمیدونم جناب پویا. الان کجایی شما؟ بنده الان سر جمع هستم، سر کارم. میتونم بیام پیشت؟ نه خیر. چرا نمیشه؟ کاری ندارم شما. مگه شما نگفتی بیا همو ببینیم؟ شما زمانی که در واقع شما من میخوام بیام دستتو بفشارم تو چشات نگاه کنم مطمئن بشم که تو منو بخشی. قربون شما لطف دارین شما. بنده اصلا نمیخوام که من میخوام بیام. شما چی کار؟ شما از شما که نیست. من میخوام بیام برادر گلم. خب شما من میخوام شما رو بیام زیارت کنم. قربونتون برم. زیارت از ماست قربان. ما همینطور که شما زنگ زدیم ممنونم. شما دفعه دیگه خواستین زنگ بزنین در مقابل تلفنتون بلاکش نکنین، ببینم شما کی هستین. بلاکش نکنم؟ بله. من میگم میخوام بیام ببینم، تو میگی تلفنتو بلاک نکن. من آخه دیدنی نیستم که شما منو ببینین عزیز من. شما مگه سر کارت نیستی الان؟ بله بفرمایید. چرا دیگه اینجا نیستی؟ الان شما تو این مغازه نیستی من بیام تو؟ نه خیر بنده نیستم اونجا. من الان بیام تو این مغازه شما نیستی؟ نه خیر قربان. خب بذار من پیاده‌شم بیام تو ببینم تو اینجا هستی یا نیستی. بفرمایید. ببینم راست میگی یا هیچکی نیستین تو؟ خب دیگه نیستی. پس چرا به من گفتی بیام اینجا؟ من سر کار گذاشتی بودی؟ من نگفتم به شما. مرد مومن شما مسلمون باشه. شب عید اینطوری میکنی با هموطنت؟ باشه قربون شما. من مزاحم تو هم حالا یا تو مزاحم منی؟ نه قربون شما. در مقابل الان من واسه تو الان واسه من پول خرج کردی ولی من هیچ خرجی واسه تو به وجود نیاوردم. شما الان واسه من خرج به وجود آوردی عزیز من. خب عزیز من شما به زندگیتون برسین. مگه شما این چه دنیایی آخه که من میخواستم الان شما رو زیارت کنم. الان قربون شما نصلت دارین شما به زندگیتون برسین. منم آقا من میخوام شما رو ببینم. کیا باید برایم بگم من اصلا دیدنی نیستم که شما منو ببینید. من میخوام همین الان بیام. امشب من باید شما رو ببینم. من الان زنگ میزنم پلیس این شماره رو میدم بهش میگم این پول بنزین منو باید بده. باشه بفرمایید. بیان پیدات کنن. باشه من جلوی پلیس یک قزوینی بازی با تو در بیارم که بیا ببین. شما بفرمایید هر کاری که دلتون میخواد برید بکنید. حالا ببین یه کاریت میکنم کارستون. میدونی میخوام با چیکار کنم؟ آلن جون مادرت قطع نکن. آلن گلم. آلن گلم. گلم قطع کرد. عباس الان نوبت توه. Alan, baby. آره وارد داره حرف نمیزنه دیگه. این خیلی حاجی گوشی وارد داره حرف میزنه. وارد نداره باز نداره. آلن جون